سلام، محمد باقانی هستم. امروز میخوام در رابطه با یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای اسکنر شبکه با هم صحبت بکنیم. حتما همه شما تا حالا به این فکر افتادین که نقاط ضعف شبکه و آسیب پذیری یا والنربیلیتی های سیستم عامل خودتون رو شناسایی کنید. بچه همه شما میدونید که هکرها با اسکن کردن شبکه و پیدا کردن نقاط آسیب پذیری شروع به دسترسی گرفتن یا اینیشیال اکسس میکنن. پس هر گونه تأخیر توی شناسایی و برطرف کردن آسیب پذیری نرم افزارها این فرصت کافی به هکرها رو برای نفوذ به سیستم عامل‌های آسیب پذیر و دسترسی به اطلاعات اونها قرار میده. پس ما باید به صورت دوره‌ای و مداوم نقاط آسیب پذیری شبکه‌مون رو شناسایی و برطرف کنیم. همون جوری که خدمت شما عرض کردم، قدرتمندترین نرم افزار برای پیدا کردن این آسیب پذیری‌ها نسوزه. ولی از اونجایی که نسخه کرک ممکن آپدیت نباشه و نسخه پولیش نزدیک به $7000 هستش، خیلی از این سازمان‌ها از این نرم افزار استفاده نمی‌کنن یا تو این زمینه ممکنه کوتاهی‌هایی رو داشته باشن. من یه پیشنهادی بهتون میکنم، شما نسخه تریالش رو که میتونید تا 7 روز از اون استفاده بکنید رو توی شبکه خودتون پیاده سازی بکنید و گزارش‌های آسیب پذیری رو بگیرید. بعد تصمیم بگیرید که میخواین برید آقا لایسنس رو خریداری کنید یا از تیم‌هایی میخواین که برای شما این نرم افزار رو شبکه‌تون پیاده سازی کنن و آسیب پذیری‌ها رو برای شما برطرف بکنن. دوستان فکر نکنید بعد از که این نسوز به شما گزارش داد میتونید به همین راحتی مشکلات رو برطرف کنید، چون امکان وجود داره اگر تسلط کافی رو نداشته باشین یا قسمتی از شبکه خودتون رو کلا از کار میندازین یا تو سرویس دهی به کاربرا اختلال ایجاد میکنید. خب دوستان من وقتتون رو نمیگیرم، بریم توی سایت تنیبل که مالک نرم افزار نسوس هستش، یه سری موارد رو اونجا با هم ببینیم. بچه‌ها همون چیزی که مشاهده میکنید نسخه های مختلف نسوس رو داره به ما نشون میده. خب یکی از دو تا از نسخه هایی که خیلی به کار من میاد نسخه پروفشنال و نسخه اکسپرتش هستش. اگر بچه‌ها بخوایم قیمتشون رو نگاه کنیم، نسخه پروفشنال تقریبا $4000 یک سالش، ولی نسخه اکسپرتش تقریبا $6300. خب من توصیه میکنم اگر شما قراره که بیاین لایسنسش رو خریداری بکنید، کلا نسخه اکسپرت رو خریداری کنید. پس نکته‌ای که وجود داره اینه که من الان میخوام برم نسخه تریالش رو نصب کنم. برای اینکه نسخه تریال رو نصب کنم 2 تا اقدام باید انجام بدم. اول میرم توی قسمت دانلودها، بسته به سیستم عاملی که قرار من روش نسوز رو نصب بکنم میام. مثلا نگاه کنید من میتونم ویندوز رو نصب کنم، مک او اس نصب کنم. بسته به سیستم عاملی که قرار نسوز روش نصب بشه من شروع میکنم به دانلود کردنش. چون این نرم افزار ویندوزیش تقریبا 100 مگ هستش، من از قبل اینو دانلود کردم و الان میذارم شروع میکنم به اینستال کردنش. خب پس من اجازه بدین که این نرم افزار رو دانلودش کردم، نصبش بکنم. یه نصب خیلی ساده ای هم داره، من شرایطش هم اکسپت میکنم و میذارم اینستالیشنش تموم بشه. خب بچه اینستالیشنش تموم شد. الان من اگر فینیش رو بزنم برای من سعی میکنه که وب اپلیکیشن نسوز رو برای من باز بکنه. یه وب اپلیکیشن برای من باز میکنه، میگه تو از این بعد هر کاری که بخوای انجام بدی باید توی این صفحه وب انجام بدی. خب من قبل از که بخوام این صفحه وب رو ادامه بدم بچه یه کار دیگه ای که باید انجام بدم اینه که نسخه تریالش رو برم ثبت نام کنم و برای 7 روز از این برنامه بتونم استفاده بکنم. و بچه یادتون نره که چون سایت تنیبل برای ایران تحریم هستش، حتما باید از فیلتر شکن خودتون استفاده بکنید. خب من رجیستریشنش رو سعی میکنم انجام بدم. ایمیلم هم سعی میکنم وارد بکنم. خب الان همونجور که دارید مشاهده میکنید اومد برای من این رجیستریشن رو انجام داد. حالا من میتونم برم توی نرم افزار نسوزم از این ایمیل استفاده کنم و از نسخه تریالش به مدت 7 روز استفاده کنم. خب اینجا یه پیغامی خطایی میده که میگه آقا از این نرم افزار حتما سعی کن که از طریق SSLش وصل شی. ما
قبول میکنیم. حالا درسته SSLش سلف ساین هستش، ولی خب بهتر از اینه که شما بخواید به صورت HTTP این کار رو انجام بدین. من کاری که انجام میدم اینه که میخوام نسخه تریالشون رو حذف کنم. پس اینجا کانتینیو رو میزنم. این قسمت Start a Trial of Nessus Expert رو انتخاب میکنم. کانتینیو رو میزنم. با اون ایمیلی که رجیستریشن رو من انجام دادم اینجا انتخاب میکنم و کانتینیو رو میزنم. فقط بچه‌ها ایمیلی که شما میزنید نمیتونید که ایمیلی باشه که شخصی باشه، میگه حتما باید ایمیلتون به صورت بیزینس باشه. من الان اکانت من رو پیدا کردش و من استارت تریال رو انتخاب میکنم. خب به من پیغام داد که تا تاریخ 19/7/2024 با این کد اکتیویشن میتونم از برنامه نسوز استفاده کنم. کانتینیو رو میزنم. میگه یه دونه یوزرنیم پسورد برای نسوز خود انتخاب کن. من حالا فعلا ادمین رو انتخاب میکنم. سابمیت رو میزنم. سعی میکنه که بچه‌ها بره پلاگین هایی که نیاز داره رو از سایت نسوز دانلود بکنه. بچه‌ها این دانلود بسته به سخت افزار شما و سرعت فیلتر شکن شما میتونه بین 1 ساعت تا شاید مثلا 1 ساعت و نیم طول بکشه. اگر SSD داشته باشین ممکنه 40 دقیقه هم کار شما انجام بشه. این موارد کامل شد دوباره با همدیگه ادامه خواهیم داد. دوستان تا اینکه نرم افزار نسوز بخواد که پلاگینای خودش رو دانلود بکنه و نصب بکنه و از اونجایی که ما اگر بخوایم یه دونه ماشین رو شروع کنیم به اسکن کردن زمان زیادی رو طول میکشه. وقتی بخوایم موارد داخل اون رو توضیح بدیم به این فیلم و ویدیویی که برای پارت یکمون برای لینکدین داریم میگیریم زمانش قد نمیده. من خواستم که یه اسکنی که قبلا از یک ماشین کردیم رو گزارش قبل و بعدش رو خدمت شما نشون بدم و با هم مقایسه بکنیم. بچه همونجوری که دارین نگاه میکنین ماشینی که الان ما داریم میبینیم 42 تا آسیب پذیری کریتیکال داشته، 90 تا های، 16 تا مدیوم. حالا اینفورمیشناش هم که حالا اهمیت خاصی نداره، ولی چیزی که وجود داره اینه که ما باید بتونیم همه این موارد و مشکلات رو برطرف بکنیم. پس بسته به تجربه‌ای که شما توی این زمینه بعداً به دست میارید میتونید این موارد و مشکلات رو برطرف بکنید و عرضم به خدمتتون که به جایی باید برسین که شما آسیب پذیری 9890 داشته باشید. من اگر بخوام گزارش بعدش رو بهتون نشون بدم نگاه کنید. ما اومدیم کاری که انجام دادیم تو گام اول میگه آقا هیچ کریتیکالی شما نباید داشته باشین. حالا اوکی کم کم موارد و اینفورمیشن‌هاش هم بررسی خواهیم کرد. پس چیزی که وجود داره اینه که ما سعی میکنیم توی جلسه بعدی یک ماشین رو از طریق نرم افزار نسوز بعد از اینکه پلاگیناش نصب شد شروع کنیم به گزارش گرفتن، شروع کنیم به اسکن کردن. و خب پس چیزی که وجود داره اینه که ما حتما باید بتونیم که ماشین رو به جایی برسونیم که هیچ وقت آسیب پذیری کریتیکالی نداشته باشه. انشالله تو جلسات بعدی بعد از اینکه نرم افزار نسوز رو نصب کردیم بقیه تنظیماتش رو در خدمتتون خواهیم بود.